Learning for opportunities and better life. السلام علیکم. امین ببرگزه هستم. در ویدیوی آموزشی آشنایی با اینترفیس مایکروسافت اکسس با شما هستم. قبل از اینکه داخل اکسس شویم، ضرور است که با اینترفیس مایکروسافت اکسس آشنا شویم تا بدانیم که چی در کجا است، که ما در اینجا به طور کوتاه قسمت‌های مختلف اسکرین را که شما با آن کار خواهید کرد نظر می‌اندازیم. در قسمت بالایی ویندوز سایه بزرگی را تولبار احاطه نموده که به نام ریبون یاد می شود. ریبون مجموعه از آیکون ابزارهایی هستند که شما در اکسس از آن استفاده خواهید کرد که به تب‌های مختلف تقسیم شده‌اند و بالای همین ریبون یک تولبار دیگری قرار دارد که به نام کویک اکسس تولبار یاد می شود که با استفاده از این تولبار می توانید که آبجکت را ثبت کنید، آخرین عمل اجرا شده را کنسل یا اندو و دوباره تکرار یعنی ریدو نمایید. و در صورت ضرورت با کلیک نمودن این تیر می توانید کامندهای دیگر را اضافه نمایید. در قسمت چپ اسکرین ساحه را می بینید که به نام نویگیشن پن یاد می شود. این ساحه لیست تمام آبجکت هایی را که دیتابیس در خود دارد نشان می دهد که شامل آبجکت های اساسی اکسس مانند تیبل ها، کویری ها، فارم ها و رپورت ها می باشند. تمام آبجکت های باز شده و فعال در داکیومنت تب در اینجا ظاهر می شود که با استفاده از اینها شما می توانید که آبجکت مورد نظر خود را ویو یا ادیت نمایید. در قسمت پایینی اسکرین ریکارد نویگیشن بار موقعیت دارد که با استفاده از آن می توانید که ریکارد پوینتر را یک ریکارد به بالا و پایین و یا هم با استفاده از باکس جستجو ریکارد پوینتر را به یک ریکارد مشخص انتقال دهید. دوباره به ساحه ریبون می رویم تا با جزئیات آن آشنا شویم. ریبون با صورت عموم در تمام پروگرام های مایکروسافت آفیس قسمی دیزاین شده که با آسانی می توان همه چیز را دریافت. با کلیک نمودن هر تب ریبون مربوطه‌اش ظاهر می گردد که ریبون هر تب به گروه ها تقسیم شده. مثلا با کلیک نمودن تب کریت ریبون مربوطه‌اش ظاهر می گردد که شامل گروه های تمپلیتس، تیبلز، کویریز، فارمز، ریپورتس، ماکروز انکود می باشند و هر گروه یک سلسله کامندهایی را در خود دارند که در اجرای کارهای همان گروه ممد واقع می شوند. زمانی که شما بالای دیتابیس کار می کنید در قسمت بالایی ریبون تب‌های اضافه می گردند که به نام تیبل تولز لیبل گذاری شده است که با کلیک نمودن هر تب ریبون های مربوطه ظاهر می گردد. قسمی که شما همین حالا می بینید که با باز نمودن تیبل تب‌های تیبل و تیبل فیلد اضافه شده‌اند که ما را کمک می‌کند که با تیبل کار کنیم. در قسمت آخر طرف چپ تب‌ها آخرین تب ما فایل می باشد که با کلیک نمودن به بک‌استیج ویو رفته جایی که شما کامندهای سیو و اوپن را در آن می‌یابید که می توانید دیتابیس را ثبت نمایید و یا هم دیتابیس ثبت شده را باز نمایید. همچنان می توانید راپورت را پرینت و یا قبل از پرینت پریویو یعنی مشاهده نمایید. در صورتی که خواهان برآمدن از بک‌استیج ویو باشید بالای این تیر کلیک نمایید. زمانی که شما با دیتابیس کار می کنید شما حتما از نویگیشن پن استفاده می نمایید تا آبجکت ها را باز و تنظیم نمایید. اکسس از قبل تمام آبجکت ها را بر اساس هم نوع بودن آنها سورت یا تنظیم می نماید. اگر شما می خواهید به گونه دیگر سورت یا تنظیم نمایید در قسمت بالایی نویگیشن پن بالای این بار کلیک نموده و ترتیب سورت را از لیست انتخاب نمایید. شما می توانید نویگیشن پن را بزرگ بسازید. با کلیک و درگ نمودن این خط اندازه‌اش را بزرگ و کوچک کرده می توانید. و با کلیک نمودن این تیر جفتی می توانید که کوچک یا مینیمایزش کنید. گروه هایی را که با آن کار نمی کنید می توانید آنها را با کلیک نمودن بار بالایی هر گروه پنهان نمایید که با این روش شما می توانید بالای آبجکت هایی که شما بالایشان کار می کنید فوکس یا تمرکز نمایید. دیتابیس دیزاینرها اکثرا فرم مخصوصی را بنا می کنند به نام نویگیشن فرم یاد می شود و زمانی که شما دیتابیس را باز می نمایید به شکل خودکار ظاهر می گردد و به جای استفاده از نویگیشن پن و تب بارها که راهنما برای رفتن به آبجکت های مختلفند
شما می توانید از تب‌هایی که در نویگیشن پن دیزاین نموده اید استفاده نمایید که برای شما راه سهل و بهتر کار کردن با دیتابیس را فراهم می سازد. مثلا کارکنان یک شبخانه ضرورت دارند که با مریضان، ملاقات‌ها و نوع بیماری‌هایشان کار کنند. آنها با استفاده از تب‌ها می توانند به سادگی به همه اینها دسترسی یابند که بعضی از تب‌ها می توانند که تب‌های فرعی را هم دارا باشند. خب پس گفتم می توانیم که با استفاده از نویگیشن فان ما می توانیم فقط بالای آبجکت های مورد نیاز ما تمرکز یا فوکس نماییم بدون اینکه تشویش به تمام آبجکت های موجود در دیتابیس داشته باشیم. این یک بخش بسیار خوب و مهم اکسس است، اما این گونه نویگیشن فارم ها باید مطابق ضروریات ما ستاپ یا بنا شوند. خب این بود همه گفتنی های ما در مورد اینکه چگونه می توانیم با اینترفیس اکسس کار کنیم. Learning for opportunities and better life. داول دقیق خوانیز ویدیو چمتوشی محتویات کچیر ویدیو مخواهد شوی نو ضروری لایک و شیر کنید او که چینل دا نوی یاست نو سابسکرایب دور مهی روی گنگری یا زنگولیت هم تاک وکید تفصول طول نوی ویدیوگان سخه پر وقت خبر شید. تربل خوانیز ویدیو هیچر